خبر فوری: تنش بین ایالات متحده و ایران به یه سطح خطرناک جدید رسیده، چون واشنگتن ظاهراً داره فشار نظامی خودش رو از چند جهت در اطراف ایران بیشتر میکنه. نیروهای آمریکا الان در سراسر غرب آسیا مستقر شدن و سامانه‌های پدافند هوایی، ناوهای جنگی و هواپیماهای رزمی رو در وضعیت آماده باش کامل گذاشتن. تجهیزات نظامی آمریکا توی خلیج فارس، دریای عرب و پایگاه‌های هوایی اطراف فعال هستند. رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای با یه هشدار کاملا صریح واکنش نشون داده. آمریکایی‌ها بدونن که اگر این دفعه جنگی را بندازن، این جنگ منطقه‌ای خواهد. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ گفته هنوز به رسیدن به توافق امیدواره، اما همزمان به ایران هشدار داده که از عبور از چیزی که خودش خطوط قرمز کاملا مشخص نامیده پرهیز کنه.